اون علتی که من اسم اینو گذاشتم لیلی، ترانه کامران و هومن بود به اسم لیلی. بریم بخشایی از این ترانه رو بشنویم. لیلی مال من، لیلی مال تو، لیلی مال من و تو و یه دنیا. تموم شد جوونه عشقم حروم شد، لیلی بهار قلبم تو باغ چشمات خزون شد. خب وقتی لیلی نمیخوادتون خب بذارید بره. دومی که خب وقتی خودت میگی لیلی مال من، لیلی مال تو، لیلی مال من و تو و یه دنیا، خب دیگه کیس همگانیه. بریم ترانه بعدی. شعر محله بنده نواز مجید اخشابی. از این به بعد با مجید اخشابی خیلی کار داریم. میام میگه آی قبیله خداتون عاشق داغ عاشقی شقایق زن و عطر و نماز حقایق راز عاشقای صادق روی دریای خون یه قایق بنبسته روی دریای خون یه قایق بنبست راز، محله بنده نواز. بام هوا در باد کاشانه هم افتاد، ماه رخ ماهت شب یعنی سیاه چرده است. اینی که سیاه، اینی که داره این شعر رو براش میگه. ترانه قبله از ابی. خوب که شاعر سعی میکنه مخ کراشش رو بزنه، بیا بریم اینور بیا بریم اونور. میگه که دست بزنم به دستت، از مرحله تعادل خارج میشه و میگه جای دخیل پامو ببند تو خونت. اینجا تو دبه کردی، قرار بود تو ببریش، حالا میگه من بیام تو خونت. بعد این جریان که پامو ببند چیه؟ به جای مهر سرمو بذار روشونت. من اینجا اعتقادم بر این هستش که تو شعر اشتباه شده، میگه به جای مهر سر تو بذار روشونم. من ریحانه جلالی با برنامه جدید برنامه. یه برنامه‌مون نشه.